در اساس نقشه کاری کمیته اتفاق کسبی کارمندان معارف و علم ولایت سوخت در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 24 ناحیه باباجان غفورов چورابینی فرهنگی و ورزشی بخشیده به جشن نوروز بین الملل در سطح بلند تشکیلی دایر گردید. در چورابینی اعضایان فعال اتفاق کسبه، سابقه‌داران ساحه معارف از تمام شهر و ناحیه‌های ولایت و مهمانان اشتراک نمودند. در نزد درآمدگاه مؤسسه با مقصد ترغیب هنرهای مردمی وابسته به اعلان گردیدن سالهای 2019 2021 سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی، نمایش هنرهای دستی خوانندگان و آموزگاران این مؤسسه تعلیمی به معرض تماشا گذاشته شد. سپس در تالار کلان مؤسسه قسم تنتنوی چورابینی نوروزی آغاز گردید. در آغاز رئیس کمیته اتفاق کسبی کارمندان معارف و علمی ولایت سوخت مسابق میرواتوف از دستگیری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان یادآوری نموده قید نمود که با شرافت استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان نوروز بostoni امروز در سرزمین ما همچون مهمترین جشن ملی و دولتی تجلیل کرده می‌شود. بعداً چنده از مهمانان از جمله طالب عاقلوف معاون رئیس شورای اتفاق‌های کسبی ولایت و نبیجان رحمانوف سردار شعبه کادرها و کارهای مخصوصی ریاست معارف ولایت سوخت تبریکات خویش را به سمع حاضرین رسانیدند. کمیته اتفاق کسبی کارمندان معارف ولایت در یک جایه با ریاست معارف و شورای اتفاقهای کسبی ولایت این چاره‌بینی را تجلیل کرده. در این چاره‌بینی همه استادان، کارمندان ساحه معارف، فعالان اتفاقهای کسبه اشتراک و فعالانه اشتراک کرده استادند که از این گواهی می‌استد که تاجیکستان عزیز ما در عرصه بین‌المللی این ایدی اجدادی، ایدی نوروزی عجم را با یک شهامت کلان تجلیل میکنند. من باوری کامل دارم که سال نوروزی عجم در تمام قلمرو تاجیکستان در ولایت سوخت خاصتا در مؤسسات تعلیمی با یک شهامت خاصه گذرانده می شود. در قسمت دیگری چورابینی به همه سابقه‌داران از جانب کمیته اتفاق کسبی کارمندان معارف و علمی ولایت سوخت تحفه‌های خاطروی سپرده شد. به 40 نفر آموزگاران و کارمندان فعال مؤسسه‌های تحصیلات میانه، عالی و میانه کسبی شهر و ناحیه‌ها افتخارنامه و سپاسنامه‌ها تقدیم گردید. سرود و موسیقی های دلنواز در وصف وطن و نوروز از جانب سرایندگان نامی ولایت انجام بخشی چورابینی گردید. همچنین به مناسبت جشن نوروز بین المللی در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 28 ناحیه باباجان غفورov چورابینی تنتنوی دایر گردید. ابراز شد که با ابتکار به واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان جشن نوروز خجسته جهانی شد که این افتخار تمام مردم تاجیکستان به حساب می رود. در چورابینی انواع گوناگون خورش و طعام‌های ملی که خاص جشن نوروز می باشد آماده و به نمایش گذاشته شد. خوانندگان با آمادگی همه‌جانبه در وصف این جشن قدیمی مردم کهن بنیاد تاجیک شعر و گفتارها قرائت کرده ارزش‌گذاری به این قبیل جشن و مراسم‌های ملی را وظیفه اساسی می‌دانند. در تاجیکستان صاحب استقلال نوروز به جشن سرور عمومی ملی تبدیل یافته سال از سال شکوه و جلال بیشتر کسب میکند. مردم تاجیک جشن نوروز را در طول 100 سالها به مانند زبان مادری حفظ نموده در زمان استقلالیت آن را جزئی ترکیبی هویت ملی و مایه سربلندی معنوی خود میدانند که در برنامه آماده نموده خوانندگان و استادان این مؤسسه تعلیمی انعکاس یافت. Навруз – всемирный праздник, и в честь этого мы приготовили небольшие мероприятия, чтобы дети и взрослые радовались. Я желаю всем нашим жителям Республики Таджикистан, чтобы в каждом доме царил мир, покой, чтобы все радовались, были счастливы. تجلیل نوروز عالم‌افروز در بهار استقلالیت ملی و دولتیمان بیشک عامل صلح و ثبات، وحدت و یکدلی ملت خرداندیش و تمدن آفر تاجیک با مردم کل سیاره همچون جشن بین المللی گردیدم از اراده مردم شریف تاجیکستان را در راه بنیاد جامعه شهروندی انعکاس می‌نماید. خوشبختانه امروز نوروز عجم مقام بین المللی گرفت و به‌واسطه برای مقام بین المللی گرفتن توجه پیشوای ملت، اساسگذار صلح و وحدت ملی
президенти кишваримон имомуллои раҳмон хеле бузург аст. имрӯзҳо таваҷҷӯҳи ҷавонон нисбат ба мероси ниёгони худ, нисбат ба ҷашн гирифтани наврӯзи аҷам хеле калон аст ва имрӯз ҷавонон пайваста ба мероси ниёгони худ эҳтиром доранд, арҷ гузошта истоданд ва бо як хурсандӣ имрӯз дастурхони наврӯзӣ ороста оизи 707 маълумотҳо дода истоданд. Ман аз фурсат истифода бурда тамоми мардуми тоҷик заминро бо фарорасии рӯзи наврӯзи аҷам муборакбод мегӯям. дар баҳорон ман ба дунё омадам, ман баҳорам бӯи борон мекунам, хандаамро тӯҳфа овардам ба ту, хонаатро хандаборон мекунам. ҳар рӯзатон наврӯз бод, наврӯзатон фирӯз бод. гузориши Сино Ғафурӣ, Нодир Насимзод барои барномаи иттилооти Паёми Рӯз.